بخش چهارم. گریز نافرجامم به هیمالیا. برای آخرین بار به آمارمیتر، یکی از همکلاسی هایم که قصد داشت تا هیمالیا همراهیم کند، گفتم پیش از اینکه درس شروع شود به بهانه‌ای کلاس را ترک کن و درشکه‌ای بگیر و توی کوچه ما، جایی که هیچ یک از افراد خانواده‌ام نتوانند تو را ببینند، بایست. روز بعد را برای عزیمتمان انتخاب کرده بودیم. میبایست اقدامات احتیاطی را به جا می آوردیم، چون برادرم آنانتا چشم از من بر نمی داشت. او مصمم بود هر گونه برنامه فرارم را که معتقد بود دست از سرم بر نمی دارد خنثی کند. آن طلسم همچون مخمری معنوی با زبانی خاموش در درونم سرگرم کار بود. امیدوار بودم در میان برف‌های هیمالیا استادی را بیابم که چهرهش اغلب در مشاهداتم پدیدار می‌شد. اکنون خانواده من ساکن کلکته بود، زیرا پدر برای همیشه به آنجا انتقال یافته بود. طبق آیین و رسوم هند، آنانتا عروسش را به خانه پدری آورده بود و با ما زندگی می‌کرد. هر روز در یک اتاق کوچک زیر شیروانی به مراقبه می‌نشستم و ذهنم را برای طلب الهی آماده می کردم. صبح خاطرانگیز با بارانی بدیوم فرا رسید. به محض شنیدن صدای چرخ‌های درشکه آمار در کوچه، شتاب زده بغچه‌ام را که شامل یک پتو و یک جفت صندل و 2 عدد لنگ و یک تسبیح و عکس لاهری مهاسایا و یک نسخه باهاگاوات گیتا می شد، محکم گره زدم و از پنجره‌ام که طبقه 3 ساختمان بود پایین انداختم و از پله‌ها پایین دویدم و دم در به عمویم برخوردم که سرگرم خرید ماهی بود. با سوءظن نگاهی به سر و پایم انداخت و پرسید این همه هیجان برای چیست؟ لبخندی کار دستم ندهد تحویلش دادم و توی کوچه راه افتادم. بغچه‌ام را که برداشتم با احتیاطی دسیسه آمیز با آمار پیوستم. با هم به چاندیچوک رفتیم که مرکزی تجاری بود. ماه‌ها پولی را که برای خرید تنقلات به ما می‌دادند پس انداز کرده بودیم تا لباس انگلیسی بخریم. چون می‌دانستیم برادر زیرک و باهوشم به آسانی می‌توانست در نقش کاراگاه ظاهر شود، می‌خواستیم با پوشیدن لباس انگلیسی او را بفریبیم. سر راهمان به سوی ایستگاه قطار درشکه را متوقف کردیم و پسر عمویم جوتینگوش که او را جاتیندا صدا می زدم برداشتیم. او تازه به ما پیوسته بود و میل داشت در هیمالیا استادی پیدا کند. او هم لباس تازه‌ای را که تهیه کرده بودیم پوشید. با این امید که کاملا استتار کرده ایم، دلمان از شوق می تپید. به آنها گفتم حالا تنها چیزی که احتیاج داریم کفش کتانی است. آن وقت همراهانم را به سوی مغازه‌ای که کفش‌های ته لاستیکی می‌فروخت هدایت کردم. در این سفر خجسته نباید چیزهای چرمی که از کشتن حیوانات تولید می شود به همراه داشت. همانجا در خیابان ایستادم و جلد چرمی باگاوات گیتا و بندهای چرمی کلاهم را که دوخت انگلیسی داشت درآوردم. در ایستگاه قطار به مقصد بردوان بلیط خریدیم، چون می خواستیم از آنجا قطارمان را به مقصد هاردوبار در دامنه هیمالیا عوض کنیم. به محض اینکه قطار گریزپا که مثل خودمان در حال فرار بود به راه افتاد، چند پیشگویی جانانه بر زبان آوردم. از دهانم پرید مجسم کنید استادان اسرار را به ما خواهند آموخت و آگاهی کیهانی را تجربه خواهیم کرد. جسممان چنان از نیروی مغناطیسی سرشار خواهد شد که جانوران وحشی هیمالیا مطیع و رام کنارمان خواهند نشست. ببرها چون گربه‌های خانگی آرام تن به نوازش ما خواهند سپرد. این گفته که به نظرم خواه از لحاظ استعاره و خواه از نظر حقیقی تصویری سرمست کننده بود، لبخندی مشتاقانه بر لب آمار آورد. ولی جاتیندا نگاهش را دزدید و به پنجره و منظره گریزانش چشم دوخت. جاتیندا پس از سکوتی طولانی پیشنهاد کرد بیایید پولمان را 3 قسمت کنیم و در بردوان هر کس خودش بلیتش را بخرد. اینطوری هیچ کس در ایستگاه قطار فکر نخواهد کرد با هم در حال فرار هستیم. بی هیچ سوء ظنی پذیرفتم.
آخرهای غروب بود که قطارمان در بردوان توقف کرد. جاتیندا وارد باجه بلیط فروشی شد. من و آمار هم روی سکو نشستیم. 15 دقیقه منتظر شدیم و آنگاه به پرسجویی بیهوده دست زدیم. همه جا را گشتیم و از وحشت نام جاتیندا را فریاد می‌کشیدیم. اما او در فضای تاریک ناشناخته ایستگاه کوچک ناپدید شده بود. من خودم را کاملا باخته بودم و از شوک این ماجرا به طور عجیبی بی‌حس شده بودم. نمی توانستم تصور کنم خدا اجازه بدهد این ماجرای حزن‌انگیز پیش بیاید و نخستین نقشه عاشقانه فراری که برای جستجوی او کشیده بودم چنین بیرحمانه برباد رود. در حالی که مثل بچه‌ای کوچک اشک می‌ریختم گفتم: آمار، باید به خانه برگردیم. فرار سنگدلانه جاتیندا نشانه بدیوم و این سفر محکوم به شکست است. معنای عشقت به پروردگار همین است؟ یعنی این امتحان کوچک را که یارت خائن از آب در آمده نمیتوانی تحمل کنی؟ وقتی آمار آنچه را که پیش آمده بود امتحان الهی خواند دلم قرص شد و آرام گرفت. با شیرینی‌های مشهور بردوان، سیتاپوک و موتیچور دلزعفه خود را گرفتیم. پس از چند ساعت قطارمان راه افتاد و از راه بالی رهسپار هاردوار شدیم. روز بعد در مغولسرای قطارمان را عوض کردیم و هنگامی که روی سکو منتظر قطار بودیم درباره مطلبی اساسی بحث کردیم. آمار، هر لحظه ممکن است مأموران قطار به طور جدی ما را مورد پرسجو قرار دهند. ابداً نبوغ برادرم را دست کم نمیگیرم. حاصل امر هر چه که باشد کلمه ای جز حقیقت بر زبان نخواهم آورد. موکوندا، تنها چیزی که از تو میخواهم این است که ساکت باشی و وقتی حرف میزنم نخندی یا پوزخند نزنی. در این لحظه یک مأمور اروپایی ایستگاه قطار رو به من کرد. تلگرافی هم در دستش تکان میداد که بیدرنگ مفهومش را دریافتم. مأمور پرسید: خشم باعث شده که از خانه فرار کنی؟ نه خیر. خوشحال بودم کلماتش را طوری انتخاب کرده بود که اجازه میافتم با تأکید بگویم: نه خشم، بلکه عشق دیوانوارم به خدا مسئول رفتار مخالف آداب و رسوم من است. آنگاه مأمور رو به آمار کرد. مسابقه هوشی که بین من و مأمور پیش آمد نگذاشت طبق توصیه آمار ساکت بمانم. مأمور با لحنی مقتدرانه پرسید: پسر سوم کجاست؟ حالا راه بیفتید و حقیقت را بگویید. آقا، با اینکه اینک به چشم دارید نمی توانید ببینید ما فقط 2 نفر هستیم؟ آمار با بیخیالی لبخندی زد و گفت: جادوگر که نیستم تا پسر سومی به وجود آورم. مأمور که از این گستاخی هاج و واج مانده بود دست به حمله تازه‌ای زد. اسمت چیست؟ اسمم توماس است. مادرم انگلیسی است و پدرم یک هندی که مسیحی شده است. اسم دوستت چیست؟ تامسون صدایش میزنم. در این لحظه وجد درونم به اوج خود رسیده بود. معطل نشدم و در کمال بی‌نزاکتی به طرف قطار که به مشیت خدا آخرین سودهای حرکتش را میکشید راه افتادم. آمار هم به دنبال مأمور ساده‌لوح که احساس میکرد حتماً باید ما را در کوپه مخصوص اروپایی‌ها جا دهد راه افتاد. آشکارا نمیتوانست این درد را تحمل کند که 2 پسر نیم انگلیسی در واگنی سفر کنند که ویژه بومی هاست. پس از خروج مؤدبانه‌اش روی صندلی افتادم و قاه قاه خندیدم. آمار چون توانسته بود سر یک مأمور کارآزموده اروپایی کلاه بگذارد، چهرهش از خرسندی و شعف می درخشید. روی سکو موفق شده بودم تلگراف را بخوانم. از جانب برادرم آنانتا بود و به این مضمون: 3 پسر بنگالی در لباس انگلیسی از طریق مغولسرای به مقصد هاردوار از خانه فرار کردند. لطفاً آنها را نگاه داری تا برسم. این خدمت شما پاداش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. آمار، به تو گفته بودم برنامه ساعت حرکت قطارها را که علامت زده بودیم در خانه‌ات نگذاری.
نگاه هم سرزنش آمیز بود. برادرم باید یکی از آنها را آنجا پیدا کرده باشد. دوستم با سرافکندگی تصدیق کرد. در باللی توقف کوتاهی داشتیم. چون دوارکا پراشاد پسر صاحب خانه مان در باللی با تلگرافی از جانب آنانتا در آنجا منتظرمان بود. دوارکا دلاورانه کوشید نگاهمان دارد، اما متقاعدش کردم که نباید فرارمان را دست کم گرفت، چون دوارکا در یکی از فرصتهای پیشین دعوتم را برای عزیمت به هیمالیا نپذیرفته بود. شب که قطارمان در ایستگاهی توقف کرد نیمه خواب بودم. آمار از سؤال مأموری دیگر از خواب پرید. این مأمور نیز قربانی فریب پرجاذبه دورگه بودن توماس و تامسون شد. قطار پیروزمندانه ما را به دهانه ورودی هاردوار رساند. کوههای شکوهمند فراختر می نمودند و ما را از دور به خود فرا می خواندند. شتاب زده از ایستگاه گذشتیم و به آزادی ازدحام شهر وارد شدیم. اولین کارمان عوض کردن لباسها و پوشیدن البسه بومی بود. چون چشم آنانتا دنبال لباس مبدل اروپاییمان می‌گشت. یک حس پیش از وقوع که ممکن است دستگیرمان کنند بر ذهنم سنگینی می‌کرد. با این فرض که عقل حکم می‌کند فوراً هاردوار را ترک کنیم، بلیط خریدیم تا به سوی شمال برویم. به ریشیکش که از قدیم گام‌های استادان بسیار خاک آن را تقدیس کرده است. سوار قطار شده بودم که آمار را روی سکو دستگیر کردند. نگهبانی ناخوشایند و یک افسر من و آمار را تا ساختمان ایستگاه پلیس همراهی کردند و پولمان را از ما گرفتند و توضیح دادند که وظیفه دارند تا رسیدن برادر بزرگترم ما را آنجا نگاه دارند. افسر وقتی فهمید که مقصد بچه‌های فراری کوه‌های هیمالیا بوده است، داستان عجیبی را حکایت کرد. می‌بینم شیفته قدیسان هستید. هرگز نمی‌توانید یک مرد خدا بزرگتر از آن کس که همین دیروز دیدم ببینید. من و افسر همکارم 5 روز پیش برای اولین بار به او برخوردیم. در جستجوی قاتلی کنار رود گنگ گشت می‌دادیم. دستور داده بودند زنده یا مرده باید دستگیرش کنیم. میگفتند به هیئت یک سادو در آمده تا جیب زائران را بزند. در چند قدمی من یک نفر را جلوی خود دیدیم که به اوصاف جنایتکار شباهت داشت. فرمان ایست ما را نادیده گرفت. دویدیم تا او را از پا درآوریم. وقتی به پشتش نزدیک شدیم، تبرزینم را با قدرتی هرچه تمامتر بر او فرو آوردم. بازوی راست مرد تقریباً از تنش جدا شده بود. بیان که فریاد بکشد یا به زخم هولناکش نگاهی بیندازد، حیرت زده دیدیم بیگانه به گام‌های تندش ادامه داد. چون جلوی او پریدیم به آرامی گفت: قاتلی که دنبالش می‌گردید نیستم. من از این که می‌دیدم به کسی با ظاهری آنچنان مقدس آسیب زدم بسیار شرمنده شده بودم. خود را به پای او انداختم و از او طلب بخشش کردم و دستارم را به او دادم که از خونریزی شدیدش جلوگیری کند. قدیس با مهربانی گفت: پسرم، تعمدی در کار نبود. اشتباه کردی. برو و خودت را سرزنش نکن. معبودم از من مراقبت می کند. بازوی آویزانش را به بیخ آن فشار داد و هیهات بازو به جای خود چسبید و خون آن به طرزی وصل ناشدنی بند آمد. پس از 3 روز زیر آن درخت نزدم بیا و ببین که کاملا شفا یافتم. آنگاه تأسف نخواهی خورد. دیروز من و افسر همکارم به نقطه تعیین شده رفتیم. سادو نیز آنجا بود و اجازه داد که بازویش را ببینم. اثری از جای زخم یا آسیب دیدگی به چشم نمیخورد. از راه ریشیکش به خلوتگاه‌های هیمالیا میروم. وقتی سادو به سرعت راه افتاد برای من دعای خیر کرد. احساس می‌کنم تقدیس او به زندگیم تعالی بخشیده است. افسری نتیجه راهبانه را نیز گرفت که این تجربه آشکار او را از ورطه مسائل معمول زندگیش فرا برده است و با حرکتی احساس برانگیز بریده روزنامه‌ای را درباره این معجزه به دستم داد. با همان لحن معمول و پر آب و تاب روزنامه‌ای با کلماتی نظیر از چشم ما دور نماند، افسوس،
حتی در هند و غیره آنچه خبرنگار نوشته بود اندکی اقرارآمیز بود و حاکی از اینکه سادو تقریباً سرش را از دست داده بود. من و آمار افسوس خوردیم که یوگی بزرگی را که می توانست چنین مسیحاسا شکنجهگرش را ببخشاید مفت از دست داده بودیم. هند که در 2 سده پیش از نظر مادی فقیر بوده است، همچنان صاحب گنج بیکران الهی است. چنان که حتی انسان‌های دنیوی نظیر این مأموران پلیس نیز گهگاه بتوانند با آسمان خراش‌های معنویش روبرو شوند. از افسر پلیس که با داستان شگفت خود خستگی من را برطرف کرده بود تشکر کردیم. شاید می‌خواست به ما بفهماند که از ما خوش اقبال‌تر بوده است. چون بی هیچ تلاش قدیسی نورانی را ملاقات کرده بود. اما جستجوی مشتاقانه ما نه در کنار پای یک استاد بلکه در ایستگاه خشونتبار پلیس خاتمه یافته بود. چون این نزدیک به هیمالیا و با این حال در اسارتمان چون این دور، با آمار گفتم احساس می کنم قطعاً باید خود را خلاص کنیم. با لبخندی تشویق‌آمیز گفتم بیا در اولین فرصت در برویم. پیاده هم می توانیم به سرزمین مقدس ریشیکش برسیم. اما یارم همین که حمایت دلگرم کننده پولمان از ما گرفته شد به بدبینی گرایید. اگر در چنین جنگل خطرناکی پیاده راه بیفتیم نه از شهر قدیسان بلکه از شکم ببرها سر در می آوریم. پس از 3 روز آنانتا و برادر آمار از راه رسیدند. آمار با آسایشی مهرآمیز به خویشاوندانش سلام گفت. اما من التیام نیافته بودم و آنانتا جز سرزنشی جدی کلامی از من نستاند. برادرم با لحنی تسکین دهنده گفت میدانم چه احساسی داری. تنها چیزی که از تو میخواهم این است که همراه هم به بنارس بیایی تا حکیمی را ملاقات کنی و آنگاه در کلکته چند روزی پدر قصه‌دارمان را ببینی. بعداً میتوانی در اینجا برای یافتن استاد به جستجویت ادامه بدهی. در این هنگام آمار میان صحبت پرید تا بگوید قصد ندارد همراه هم به هاردوبار بازگردد. گرمای خانوادگی برایش لذت بخش بود. اگرچه میدانستم خودم هیچگاه از کاوشم برای یافتن استادم دست نخواهم کشید. همگی به قصد بنارس سوار قطار شدیم. آنجا یکی از دعاهایم بیدرنگ مستجاب شد. آنانتا پیشاپیش طرحی زیرکانه ریخته بود. قبل از دیدارمان در هاردوبار در بنارس توقف کرده بود تا از مقامی روحانی بخواهد که بعداً با من گفتگو کند. حکیم و همچنین پسرش به آنانتا قول داده بودند بکوشند مرا از راهب شدن منصرف کنند. آنانتا مرا به خانه آنها برد. پسر که مردی جوان و پرشور بود پس از خوش آمد گفتن به من در حیاط مرا به شنیدن سخنرانی طولانی و فیلسوفانه‌ای واداشت. اگر در ترک مسئولیت‌های معمول زندگیت اصرار ورزی، پیوسته با بد اقبالی مواجه خواهی شد و نخواهی توانست خدا را بیابی. بدون تجربه‌های دنیوی نمی‌توانی با کارماهای گذشته تصفیه حساب کنی. در پاسخ این کلمات جاودانه باهاگاواد گیتا از دهانم برخاست. حتی صاحب مخوف در این کارما چون پیوسته به من بیندیشد چندی نمی‌گذرد که از اثرات اعمال گذشته خود می‌رهد. موجودی وارسته می‌شود و به آرامش مدام دست می‌یابد. یقین بدار سرسپرده‌ای که به من توکل کند هرگز تباه نخواهد شد. پیشگویی محکم مرد جوان یقین مرا اندکی به لرزه درآورده بود. با همه توانی که در دل داشتم خاموش به درگاه خدا دعا کردم. تمنا می کنم مرا از گمراهی به درآر و همین الان و همین جا جوابم را بده که می خواهی زندگی یک تارک دنیا را داشته باشم یا زندگی یک صاحب دنیا را. متوجه چهره نجیب راهبی شدم که درست بیرون محوطه منزل پاندیت یا حکیم ایستاده بود. پیدا بود گفتگوی پرشور من و این به اصطلاح مرد روشنبین را شنیده است. زیرا بیگانه مرا نزد خود فراخواند. احساس کردم از چشمان آرام او نیروی عظیم می‌تراود.
پسرم، به حرفهای آن مرد نادان گوش نکن. در پاسخ به دعایت پروردگار میگوید به تو اطمینان دهم که در این زندگی تنها راحت ترک دنیاست. در کمال حیرت و همچنین حق شناسی شادمانه به این پیغام قاطعانه لبخند زدم. از آن مرد دور شو. مرد نادان مرا از حیات صدا میزد. راهنمای قدیس گونه‌ام دستش را به نشانه تبرک بالا برد و آهسته دور شد. آن راهب همانقدر دیوانه است که تو. این اظهار نظر حکیم سپید موی بود. او و پسرش به طرز غمباری به من خیره شده بودند. شنیدم که او نیز در جستجوی نافرجام خدا خانه و کاشانه‌اش را ترک کرده است. به آنانتا رو کردم و گفتم که بیش از این با این میزبانها گفتگو نخواهم کرد. برادر دلسردم با عزیمت فوریمان موافقت کرد. چندی نگذشت که به قصد کلکته سوار قطار شدیم. در طول راه آشکارا کنجکاویم را نشان دادم و از آنانتا پرسیدم: آقای کاراگاه، از کجا فهمیدی که با 2 تن از یارانم فرار کردم؟ با لبخندی مؤدبانه گفت: در مدرسه‌ات فهمیدم که آمار کلاسش را ترک کرده و دیگر برنگشته است. صبح روز بعد به خانه‌اش رفتم و یک جدول ساعات حرکت قطار را پیدا کردم که علامت گذاری شده بود. درست همان موقع پدر آمار داشت سوار درشکه میشد و به درشکه‌چی گفت: امروز پسرم همراه ما به مدرسه‌اش نمی رود. ناپدید شده است. صدای پدر ماتم گرفته بود. همان وقت از یک درشکه‌چی دیگر شنیدم که به پدر آمار می گفت: پسرتان همراه 2 پسر دیگر با لباس اروپایی در ایستگاه هوراه سوار قطار شدند. تازه کفش‌های چرمیشان را هم به درشکه‌چی بخشیدند. به این ترتیب سرنخ دستم آمد. جدول ساعات حرکت قطار، 3 پسر و لباس انگلیسی. با آمیزه‌ای از نشاط و آزردگی به افشاگری آنانتا گوش می‌دادم. سخاوتی که درباره درشکه‌چی به خرج دادیم اندکی نابجا بود. برادرم ادامه داد: طبیعتاً با عجله راه افتادم تا به تمام ایستگاه‌هایی که آمار زیر آنها خط کشیده بود تلگراف بزنم. او جلوی بارلی علامت گذاشته بود. پس به دوستت دوارکا که آنجا بود تلگراف زدم. پس از پرسجو از همسایه‌های کلکته مان فهمیدم که پسر عمو جاتیندا به مدت 1 شب غیبک زده است. منتها صبح روز بعد با لباس اروپایی به خانه برگشته است. او را جستم و به شام دعوتش کردم. از رفتار دوستانه‌ام خلع اصلاح شد و دعوتم را پذیرفت. سر راه بیان که سوء ظنش جلب شود، او را به یک پاسگاه پلیس بردم. او خود را در احاطه چند افسر پلیس یافت که پیشاپیش به دلیل ظاهر بیرحمانه‌شان آنها را برگزیده بودم. زیر نگاه هولناکشان جاتیندا پذیرفت علت رفتار اسرارآمیزش را بگوید. با سرخوشی معنوی راهی هیمالیا شدم. حتی تصور دیدار استادان الهام بخش بود. اما همین که مکوندا گفت در ژرفای مراقبه مان در غارهای هیمالیا ببرها افسون می شوند و چون گربه های رام کنارمان می نشینند، سر جایم خشکم زد و قطره های عرق بر پیشانیم نشست. فکر کردم اگر طبع درنده ببرها به یمن مراقبه ژرف ما عوض نشود، آن وقت چه؟ آیا باز هم به مهربانی گربه های خانگی با ما رفتار خواهند کرد؟ آنگاه خودم را دیدم که اجباراً ساکن شکم ببری شدم. آن هم ندرسته، بلکه تکه تکه. خشمم از ناپدید شدن جاتیندا در خنده‌ای دود شد و به هوا رفت. توجیه شگفت او به تمام رنج و زحمتی که برایم ایجاد کرد می‌ارزید. این را هم باید اعتراف کنم که وقتی فهمیدم جاتیندا هم با پلیس روبرو شده است، دلم کمی خنک شد. آنانتا، تو ذاتاً یک سگ شکاری هستی. نگاه شوخی آمیزم خالی از کینه نبود. به جاتیندا هم خواهم گفت که خوشحالم انگیزش برخلاف تصورم نه خیانت بلکه صرفاً احتیاط ناشی از غریزه بقای نفس بوده است. در خانه کلکته مان پدرم به شیوه احساس برانگیز خواست که دست کم تا پایان دبیرستانم جلوی پاهای گریز پایم را بگیرم.
در غیابم از روی عشق برنامه‌ای تنظیم کرده بود تا حکیمی به نام سوامی کبالاناندا به طور منظم به خانه من بیاید. پدرم به طرزی محرمانه در گوشم گفت: این حکیم معلم سانسکریت تو خواهد بود. پدر امیدوار بود با تعلیم گرفتن از حکیمی فرهیخته شور معنویم آرام گیرد. اگرچه ورق با ظرافتی هرچه تمامتر برگشت. معلم تازه‌ام بسیار دور از خشکی‌های عقلی و استدلالی بر شعله‌های خدا طلبیم دامن زد. پدر نمی‌دانست سوامی کبالاناندا از شاگردان والا مقام لاهری مهاسایا بود. استاد بی همتا هزاران شاگرد داشت که خاموش جذب مغناطیس مقاومت ناپذیر الهیش شده بودند. بعدها فهمیدم که لاهری مهاسایا اغلب کبالاناندا را ریشی به معنای حکیم منور یا اشراق یافته می‌خوانده است. گیسوانی مجعد و پرپشت چهره زیبای آموزگارم را در بر گرفته بود. چشمان سیاه ساده و معصومش به شفافیت چشمان یک کودک بود. همه حرکات پیکر باریکش از تأملی آرام نشأت می گرفت. همواره ملایم و مهرآمیز، کاملا در آگاهی نامحدود استقرار یافته بود. بسیاری از ساعات خوش ما نیز در مراقبه ژرف کریا گذشت. کبالاناندا در زمینه شاسترها، متون قدیمی و کتب مقدس صاحب نظری معتبر بود. تبحر او لقب شاستری مهاسایا را برایش به ارمغان آورده بود و معمولاً او را به این نام می‌خواندند. پیشرفتم در فراگیری زبان سانسکریت چشمگیر نبود. از هر فرصتی سود می‌جستم تا از دستور زبان بیروح بگریزم و درباره یوگا و لاهری مهاسایا حرف بزنم. روزی آموزگارم رویدادی از زندگیش را در ارتباط با استاد حکایت کرد که برای آن سپاسگزارم. خوش اقبالی بی همتایی نصیبم شد. توانستم 10 سال کنار لاهری مهاسایا زندگی کنم. خانه او در بنارس مقصد شبانه زیارتم بود. استاد همیشه در اتاق نشیمن کوچکی در طبقه اول به حالت 4 زانو روی قطعه چوبی که پشتی نداشت می نشست و شاگردانش در نیم دایره ای او را در بر می گرفتند. چشمانش برق می زد و از سرور الهی می درخشید. دیدگانش همواره نیمه بسته بود و از مدار دورنگر درونش به حیطه شادمانی ابدی می نگریست. به ندرت سخنش به درازا می کشید. گهگاه نگاهش بر شاگردی که نیاز به کمک داشت خیره می ماند. آنگاه کلام شفابخش او همچون بهمنی از نور فرو می بارید. هرگاه استاد نگاهم می کرد، آرامشی وصف ناپذیر وجودم را فرا می گرفت. از رایحه هستیش همچون عطر نیلوفری از عرصه لایتناهی سرشار شده بودن در کنار او، حتی اگر روزها بی رد و بدل کردن کلمه‌ای می‌گذشت، تجربه‌ای متحول کننده بود. اگر در راه تمرکزم مانعی هرچند نامرئی پیش می آمد، کافی بود ذهناً به استاد چشم بدوزم. آنگاه به آسانی به سکون درون می رسیدم. این ادراک‌ها در حضور کمتر آموزگاری برایم پیش می آمد. وجود استاد چون معبدی عظیم بود. درهای این معبد نیز به روی همه سرسپردگان گشوده بود. لاهری مهاسایا به تفسیر کتابی گنجینه‌های مقدس عقیده نداشت. بی تکاپو به کتابخانه‌های آسمان راه می‌یافت و آنگاه موج کلمات و فواره اندیشه‌ها از چشمه علم لایتناهیش می‌جوشید. صاحب فرهنگ معانی شگفتی بود که حکمت ژرف نهفته در وداها را عیان می‌ساخت. اگر از او می‌خواستند سطوح مختلف آگاهی یاد شده در متون قدیم را توضیح دهد، لبخند زنان میپذیرفت. آنگاه میگفت: اکنون خود به آن حالات فرو خواهم رفت و آنچه را که ادراک میکنم برایتان خواهم گفت. از این رو به آموزگارانی که متون مقدس را به حافظه میسپارند و آنگاه مجرداتی را که شخصاً تجربه نکردند باز میگویند کوچکترین شباهتی نداشت.
هرگاه شاگردی می گفت لطفاً آیه های مقدس را آنگونه که بر شما آشکار می شود تفسیر کنید. استاد همیشه ساکت ما معمولاً به شاگردی که نزدیکش نشسته بود می گفت اندیشه‌ات را هدایت خواهم کرد تا تفسیر درست بر زبانت جاری شود. به این شیوه بود که بسیاری از ادراکات لاهری ماسایا همراه با نظریه‌های پرحجم شاگردان گوناگون ضبط شد. استاد هرگز ایمان کورکورانه را توصیه نمی کرد. می گفت کلمات فقط پوستند. در ژرفای مراقبه تان از طریق تماس شادمانه به یقین دست یابید. مشکل شاگرد هرچه که بود، استاد فقط کریا یوگا را تجویز می کرد. هنگامی که دیگر در این جسم حضور ندارم تا هدایتتان کنم، کلید کریا یوگا از کارایی نخواهد افتاد. این فن را نمیتوان به شیوه الهامات نظری به بند کشید و بایگانی کرد و از خاطر برد. از طریق انجام دادن روزانه کریا که قدرتش در تمرین منظم و پیوسته نهفته است، تا رسیدن به رهایی نهایی بیوقفه به راه خود ادامه دهید. آنگاه کبالاناندا در خاتمه سخنانش گفت شخصاً کریا را مؤثرترین راه برای رستگاری می دانم. انسان با انجام آن و به یمن کوشش و همت خودش راه کمال و جستجوی لایتناهی را می پیماید تا سرانجام مانند لاهری مهاسایا و چند تن از شاگردان او با استفاده از این فن الوهیتی را که در وجود همه آدمیان نهفته است نمایان سازد. معجزه‌ای مسیح آسا در حضور کبالاناندا به دست لاهری مهاسایا انجام پذیرفت. یک روز معلم قدیس گونم در حالی که نگاهش بسی دورتر از متون سانسکریتی بود که روی میز در برابرمان گشوده بود، آن را برایم چنین حکایت کرد. شاگردی نابینا به نام رامو به شدت تأثرم را برانگیخت. از خود پرسیدم آیا چشمان او نباید نور را ببیند؟ به خصوص زمانی که چنین وفادارانه به استاد توانای ما خدمت می کند. یک روز صبح تصمیم گرفتم که با رامو صحبت کنم. اما او ساعتها صبورانه نشسته بود و با باد بزنی از برگ‌های نخل استاد را باد می‌زد. سرانجام که سرسپرده اتاق را ترک کرد، از پی او رفتم و پرسیدم رامو، چند وقت است که نابینایی؟ از بدو تولدم آقا. چشمانم هرگز رنگ آفتاب را ندیده است. اما استاد می‌تواند به تو کمک کند. اگرچه باید از او بخواهی. روز بعد رامو با حالت متفاوتی به لاهاری مهاسایا نزدیک شد. شاگرد از این که بخواهد ثروتی مادی بر او افزوده شود، در حالی که از وفور نعمات معنوی لبریز بود، احساس شرمساری می کرد. ای استاد که نور کیهان در دست توست، به درگاهت دعا می کنم که کمکم کنی تا نور خورشید را ببینم. رامو، یک نفر سهلنگارانه مرا در مخمصه قرار داده است، چون از قدرت شفا بخشیدن بی بهره‌ام. استاد، آن یگان نور که بر وجودتان تابیده است، حتما می تواند شفا بدهد. اکنون فرق می کند رامو، زیرا قدرت آن نور که حد و حصر ندارد، نوری که ستارگان و یاخته های تن را از تابش اسرارآمیز حیات برمی افروزد، قطعاً می تواند بینایی به تو عطا کند. استاد انگشتش را بر پیشانی رامو در نقطه‌ای میان دو ابرو فشار داد و گفت ذهنت را بر آن نقطه متمرکز نگاه دار و به مدت 7 روز پیوسته نام رام را تکرار کن. شکوه خورشید برایت طلوعی ویژه خواهد داشت. حیرتا که در 1 هفته چنین شد. برای نخستین بار رامو چهره زیبای طبیعت را دید. استاد حکیم به شیوهی خطا ناپذیر شاگردش را به تکرار نام رام که او را بیش از سایر قدیسان می ستود هدایت کرده بود. ایمان رامو خاکی بود که با سرسپردگی شخم خورده بود. در نتیجه بذر شفای استاد می توانست در آن جوانه بزند. کبالاناندا لحظه‌ای مکث کرد و آنگاه در ستایش استادش گفت آشکار بود که لاهری مهاسایا نمی‌گذاشت در هیچ یک از کارهای شگفت‌انگیزش ذره‌ای منیت راه یابد.
استاد از راه تسلیم کامل به یگان قدرت شفادهنده این امکان را به وجود می آورد که این نیرو از طریق او آزادانه جریان یابد. افرادی که توسط لاهری مهاسایا شفا یافتند آخرالامر به آیین مرده سوزی سپرده شدند، اما بیداری های خاموش معنوی که استاد پدید آورد و شاگردان بی همتایی که به بشریت پیشکش کرد از اعمال شگفت و فناناپذیر او به شمار می روند. آری، هیچگاه ادیب سانسکریت از آب در نیامدم که بالاناندا صرف و نحوی والاتر را به من آموخت. درباره استادان راستین مبرا از منیت در بهاگاواد گیتا می‌خوانیم: عارف که جان وی با جان حق یکی شده باشد، همواره خود را از کار فارغ بیند، زیرا می‌داند که این حواس وی است که به محسوسات پرداخته است. بهاگاواد گیتا گفتار 5 8-9. آنکه اعمال را از آثار پراکریتی یا طبیعت بداند و جان را از آنها فارغ بشناسد بینای راستین است. بهاگاواد گیتا گفتار 13.